студияи Арш тақдим мекунад. آیا می شود که نبیاید؟ در بیمارخانه بوده است. مگر می شود که سلیم نآید به اهمیتی ظاهر کند؟ میکرده است. خاله مرا وقتی که به بیمارخانه بردن به زیارتم آمد. برای دیگران اینقدر زیاد می دود، اما وقتی که من احتیاج دارم برای من چی؟ باری مرا پرسید. با تاکسی نمی شود دخترم. من تو را به فرودگاه میبرم. پدرت راست میگوید دخترم. من هم با تو میروم. میخوام تو را گسیل کنم. لازم نیست. با تاکسی خوبتر است. التماس پدر. سلیم بیاید. یک گپ زنید. بعداً به جای خواسته‌ات رفت. با او گپ نزده نرفت. از تو تنها این را میخواهم اصلی. از روزی که خودم را میشناختم او می آید و چاره می جوید، اما افسوس اکنون سیاه را از سفید جدا کردن می توانم. فکر و خیال سلیم را نمی کنم و مرا هم فکر نکند. در اینجا چی گپ هست؟ اپا؟ با کجا رفته ایستاده؟ من بیزار شدم، بیاید رویم. تمام میفهمم. بله حاضر اومده میتوانم. تشکری زیاد. خودی حاضر میویم. بله سلامت باشید. تا بخوری. در خانه بوده جنابی احمد؟ بفرمایید. بخیر است؟ ای نیسو مرا زود بیا گفت. با کجای می رفت؟ زینب رو نگاه کن گفت. همین خیر. مرحبا. نیسا با کجا؟ بسیار یک کاری مهم دارم. تیز حال نموده برمیگردم. بخیر است انشالله. چی بود است آن کاری مهم؟ احمد زیاد نپرس. دیر مانده ایستادم. زینب رو چرا نمیبری؟ التماس میگویم دیر مانده ایستادم. نیسو بسیار دیر نکن مایلش. مهمان دارم. نه در نیم ساعت کارم رو حال نموده برمیگردم انشالله. لبای خاله شکریه. پسرم تیز باش. در حال سلیم را یاب. در خانه خسورت هستم. چرا که آخر چی شد؟ سلیم در کجاست؟ در بیمارخانه بوده است. به طلبش چیزی شده است. به زنگهایم جواب نمیدهد. اصلیه به پاریژ می رود. اصلی به پاریژ می رود؟ چی؟ چرا؟ چی شد؟
از قهر سلیم رفته ایستاده است. هرچند گفتم گوش نکرد. بخیر از سلیم او را کسی برگردانده نمیتواند. یافته بیار سلیم را، وگرنه این دختری دیوانه در حقیقت میرود. خوب شما او رو به گپ گرفته ایستید، من سلیم را یافته میارم. خیز میرویم، یخباز خودی میرویم. خواهش میکنم خیز و خیز. در نزد انسانی روزدار یخماز خوردن نمیشود. هم بیمار میشوی. کلی زود با بچه هایت بازی کن. اما دیگر کودک ها میخورند. آنها هم فردا بیمار میشوند. زینب با اینجا بیا، من بدانم چی کار کنم. بید و مادرت زنگ میزنم. اینجا بیا دختر. خدایا دخترم رو شفا ده، او را به من برگردان. باز به ما خون لازم. مایلش وضعیت دخترم چی خیلی است؟ بیایید زود رویم. یکان چیز گوید. چرا چیزی نمیگوید؟ التماس آرام باشید. دخترمون به شما معلومات لازمه را میرساند. بیایید التماس. بس است نکنون. با مادر و پدرت همه این کارهای کردن رو گپ میزنم. بعد میبینیم با تو چی کار میکنن. نمیگریزم، با کجا میگریزم؟ مانده نباشی خانم شاه. با کجا میروی؟ فهمیدم که اصلیه رو گسل میکنن. کی رو گسل میکنند؟ من خبر ندارم. همسایه ها میگویند که اصلیه به پاریژ میرود. خطا شنویده ای. اصلی چرا رود؟ هم یک باره. آموزش بوده است، چی بوده است، همین خیلی فهمیدم با خدا. من هم یخماز میخواهم. من هم. این یخماز من است. من این را نمیخواهم. تو عقل داری؟ زینب یخمازی من. دیگرش را میخرم. خیرت که بیدار شدم. شما رو نرفته دیدم اپا جان. یک روی خط کنم با من چیزی لازمم رو روان کنه اپا جان. خدایا بوز در غمی جان و قصاب در غمی پوست. اصلیه راست است که به پاریژ می رفته ای؟ روادیتم را گرفتم. همه چیزم تیار است. حتی به من خبر نداده؟ چی شد که یک بار به این قرار اومدی؟ باز چی میشد دخترم؟ همه‌اش آشکار. رنج کم کشید خواهرت. هرچند گفتم قانع کردن نتوانستم. قانع شدن نمیخواهم. رفتن میخواهم. آینده خودم را خوب ساختن میخواهم. رفتن نمیخواهی. تنها سری غضب هستی. حق هستی. میفهمم، اما رفتنت چی رو عوض میکند؟ بسیار مانده شدم اپا. سلیم قدر من را نمیداند. حتی من را نمیبیند. دردم را به کسی فهمانده نمیتوانم. اقلا تو مرا فهم. چی شد؟ با کجا میرویم؟ خانه بیبیت میرویم. اصلی خالت نرفته تو رو بیند؟ اصلی خالم با کجا میروند؟ صحرا اصلی میرفته است. میرفته است؟ با کجا میرفته است؟ با پاریژ برای آموزش میگویند. اما به فکر من حقیقتی کار این خیلی نیست. حتما از روی سلیم میرود. ای حق است دختر. با دختر اهمیت ندهی نتیجهش همین است. میلش ما خانه میرال خانم میرویم. آنها نبرآمده دریافت کنه. این زمان انتظار شده اما لازم. شما به خانه اتان رفته دم گیرید. شاید باز خون دادنم لازم شود. در اینجا ایستم خوبتر میشه. دیگر لازم نیست. با من باور کنید. شما باید استراحت کنید. یگان جای تشویش نیست. خدا شفا دهد. تشکری زیاد. لبای احمد. سلیم برادر، تو در کجایی؟ تیز به اینجا اومدنت لازم. اصلی به پاریژ رفتنی است. چی؟ کی؟ حاضر. قرارش خطی است.
ҳатто тайёр аст. ҳамин ҳоло баромада меравад. вақт кам аст. тез омаданат лозим. хуб бародар. аслӣ, ман ба Салим занг задам, ҳозир меояд. бисёр дер шуда акай аҳмад. хола ба куҷо меравед? хола дар дуриҳо кор дорад. онҳоро ҳал карда меояд. кане гӯй вақти омаданаш хола албатта чӣ ёрад? чизе намехоҳам. худатон биёед шуд. ман ба масҷид меравам. ягон гап шавад занг мезанам. ایستو. با چی میخواهی؟ چی شد؟ اصلی گوش کن. بین تو معلم سلیم چی گپ شد و گذشت نمیدونم، اما اگر برای همین رفته ایستاده باشی خطای کلان میکنی. معلم سلیم کسی نمیدونستگی نمیشناختگیت نیست، به خطاگی راه نمیدهد. رفتاری من به تو علاقه نداره سهرا. خودت رو یه قدر به من نزدیک نشمار. خبری خوش آورده مادر جان. پدرم اکنون دیگر نمی نوشند. با کاری پیشترشان برگشتند. اما از ما دور کار میکنند. او را بسیار یاد میکنیم. دیگر چاره‌ای نداریم. کاش شما هم در برمون می بودید مادر جان. اگر معلم سلیم نباشند کسی دیگر ما را دستگیری نمی کند. شما آروم باشید. ما خوب هستیم. مکتبمون رو تموم کرده به شما فرزندی لایق می شویم. به فکرم تو هم به مادر هستی. همین طور نه؟ همین خیلش بهتر از خانون. اصلی رفت بیچاره. رفته او را برگردون. فهمیدم و چرا رفت؟ چی سبب شد؟ با سببش رو میپرسی؟ میخوایی در یک دم 30 سببش رو به تو بگویم؟ بیرو تو اول آرام شو. بیچاره اصلی گمان دارد که تو به او اهمیت نمیدهی. چقدر شد بر اومدنش رو؟ ناو بر اومد. تیز باشی دریاب میکنی. چی کاره میکنی؟ او را گرفته بیار.
баъди фаҳмидани дурӯғ будани тамоми ҳаётам чӣ кор карданамро надонистам. солҳо боз шахсе ки модарам мегуфтам модарам набудааст. модари ҳақиқиам маро мурдааст, гӯён ҳаёти бо машаққат гузарондааст. хуб шуд ки дар охир ӯ маро ёфт. мо ҳам бо ёрии муаллим Салим ба Истанбул омадем. яъне дар охир туро ёфта наҷот додааст ҳами хелде? ғайри модари ҳақиқи дигар ки ин гуна ҷасорат дорад? ҳақ ҳастӣ. барои маро наҷот додан ҷонашро зери хатар гузошт. падарам вақте аз силоҳ оташ кушоданд ҳатто мижа ҳам назад. кош ки модари мо ҳам дар барамон мебуд. ягон кор карданашон бароямон лозим набуд. танҳо дар барамон буданаш басанда буд. модарат барои ту бисёр фидокорӣ кардааст али. қадрашро дон. ба фикри ман барои қадри ӯро донистан ба мисли мо аз даст доданаш лозим намеояд. лабай бурҷу. матин, чаро ту дигар ба ман занг намезанӣ? намедонӣ ман чӣ қадар барои ту ғамгин шудам? бурҷу, чаро ин хел мекунӣ? аз рӯи он зан маро шалоқ задию узр намепурсӣ? пелин ба фалокат афтод бурҷу. ҳоло бехуд аст. ман нафаҳмидам. хуб майлаш. пелин ба худ ояд баъд гап мезанем бурҷу. ҳоло ҷои гап нест. ҳамроҳи ҷамилаям гӯй? бисёр гап назан. алло, ака Байрам, рӯз бахайр. ака, як хоҳиш дорам. рақами таксӣ барои аслия равон кардаатонро дода метавонед? ҳоло аз компютер дар куҷо будани таксиро дида метавонед? беҳтарин. гӯш дорам ака. хуб, бисёр ҳам хуб. саломат бошед ака. ташаккури зуд. ба кабачивор тезтар рафта метавонед? албатта ҷаноб. ба фикри ман шахси ботоле ҳастӣ али. бисёр модари зебо дорӣ. як модари мисли фаришта. кош ки модари мо ҳам дар барамон мебуд. дигар аз худо чизе намехостем. ҳамроҳаш хӯрок хӯрдан, ҳамроҳаш ба бозор рафтанро чунон мехостам ки ягона чизе ки аз модарам хотира мондааст ҳамин дастмона. иншоалло ту ҳеҷ вақт аз модарат ҷудо намешавӣ. хуш омадед модарҷон. хуш бош писарам. чӣ хел шумо бачаҳо хуб ҳастед? ба фикрам рӯзадор ҳастед. хоҳед як ҷоя ифтор кунем? майлаш? хуб мешавад. бе ин ҳам ба ҳеҷ куҷо даъват нашудаем. яъне дар даъвати ман ҳастед. ман тайёрӣ мебинам. ман ёрӣ медиҳам. ана ҳамин мошин ӯро дошта метавонед? албатта ҷаноб, хавотир нашавед. چی گپ شد؟
اصلیه اگر حاضر ندی من خودم رو یک حیات باشم میدونم با تو بسیار به اهمیتی کنم نخواستم باشد تو رو بسیار رنجاندم و تو قوم میگم که تو رو دیگر نمیرنجاندم بیا اصلی برگردیم فردا فاتحه همون رو میکنیم دروغ نمیگویی سلیم تو یکم بار دروغ گفتنم رو دیده ای این تبسم برگشتنت رو نشون میدهد درست است؟ برمیگردم دکتر خانم وضعی دخترم چه خیلی است؟ یگان دیگرگونی نیست جنابی متین انتظار هستیم خدایا این چی گپ است ها؟ با درد دخترم سوزم یا اینکه برای یک پول شدن ناموسم به مانند یک مادری عادی دخترت رو در برت نگاه داشتن نتوانستی. تو چه خیلی مادر هستی؟ بس است خاموش باش خاموش. تو اگر پدر می بودی آدم می بودی دخترت در دمی مرگ است آنقدر ناموس می داشتی اول خودت رو نگاه می کردی. با من گویی از آن آدمی دخترت رو دزدیده چی فرق داری تو هم آیله دار بودی اما ما رو پرتافته با زنی زندگی داری که از خودت چند سال خورده است. چرا به این چشم میپوشی؟ اکنون درباره ناموس با من بحث میکنی. با آدمی عاشق شده به سر خودش که آمد از ناموس بحث میکنه اما چیزی بد دیدهش رو با تو میکنه. برای همین چقدر قدر داشتنت رو فهم عقلت رو به سرت گیر. مادامی که دلش نمیخواست پس چرا کار رو اینقدر دراز کردید؟ مردم همه گپ ما رو میگویند. چند دفعه گفتم میرال ناآمدنی سلیم برخستانه نبود. طلبه‌اش به فلاکت افتاده است. انشالله اصلیه بازگشت را قبول کند وگرنه سلیم جوابش را میگد. دانسته باشید. ای خی بینید هر گفته من میشود انیق که معلم سلیم دریاب نکرد. بیچاره اصلی باشد چشمانش چار انتظاری کشیده تماما ناامید شده رفته است. ای خانم شاه یک مراتبه از همان دهانت سخنی خیر برارید چه می شود؟ ای آجا جانا آمدم. خدا را شکر. صد شکر. دخترم حالا که برگشته دیر نشده فردا فاتحه همون را کنیم. سلیم من دیگر طاقتی از دست دادن کلینم را ندارم این را دان. شما چه خیلی که خواهید مادر ما هم همین خیلی فکر داشتیم. تبریک میکنم جانم. من اصلا همه دانستم رو باید میگفتم آخری این کار خوب میشود اما گپم رو در دهانم زدید. های ای 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 ماشاءالله خدا با مرادشان رسانه. آمین.
چی گپ شد؟ چی شد؟ یگان چیز گویه متین چی گپ است؟ وضعیت چه خیل است؟ التماس یگان چیز گوید. التماس یگان چیز گوید. خانم دکتر یگان چیز گوید داخل. در اومدن من است نه دارای. خانم دکتر. بلی دخترم جانم. اسقاط کن گفتنی دکتر چیزی فهمو است چون که این رو چندی بار تجربه کرده است و نتیجه تولد رو میدونه. حاضر در آینده پدر و مادر چی از سر میگذرونند میدوند و ما رو آگاه میکند. اما مادر گپی دکتر رو باور نکرده. بس از زینب از سحر است که نمیمونی گپ زنم. گریه نکن میگویم به تو. نیسا تو آرام شو. احمد پسرم او حامله دار است. خراب شوی عصب‌هایش هم از همین سبب است. او رو فهم. از این آن نه از روی تو احمد میفهمی از روی تو برای مرا تنها گذاشتند برای مرا گوش نکردند برای مرا نفهمیدند و فهمیدن هم نخواستند. زینب من به چی حال افتادم؟ نیسا همش خوب میشود آرام شو. مرا به چی کار مجبور کردنت را نمیدونی؟ هیچ خوب نمیشود. با همتون میگویم عاقبت این کار خوب نیست. اگر همه دکتران یک چیز را گویند فهمیده میشود که آنها یکان چیز را میدونند. بیا از اینجا روی. لازم نیست نمک عثمان. من میروم. در این وضعیت هر سخن مثل نیش است. بهترش بیهوده یکدیگر را نرنجانیم. تو را انتظار میشوم. رو آخر هر وقت همینطور. تمام دخترم گریه نکن جانگی گریه نکن همش میگذره تمام خوب میشه. خانم دکتر وضع دخترم چه خیل است؟ حالا کمی خوبتر است. خدایا 100,000 بار شکر. آرام باشید. این شب هم مهم است. اگر خوب گذرد آینده اش خوب می شود. او رو دیده میتوانیم؟ بله میتوانید بینید. تنها 2 دقیقه. به خانم به جناب نشان دهید. مرحمت دروید. تشکر. مرا ببخش دخترم. التماس ببخش. بلیم جانکم التماس چشمانت را کشو. بین اینجا تو را انتظاری. مادرت را میشنوی پیلی؟ اگر به خدایی دنیا از من میشود و از تو عذر میخواهم. شام بخیر سهرا خانم. شام بخیر. چی شد کارتون رو حل کرده توانستید؟ حل کردم شکر خدا. فردا ساعت 3 در عدلیه بودنم لازم است. بسیار خوب. فردا و میخوریم. خوب شد که آسیا خانم رو برگرداندید. از این کارتون خیلی خرسند شدم. خدا به مرادتون رسید. تشکر زیاد. شامتون بخیر.
جمیله جمیله با ما چی شد جمیله؟ چگونه به این حال آمده؟ زمان اولین بار شناس شدنمان را به یاد داری؟ در داخل قهوه‌خانه نزد ساحل اونجا تنها نشسته بودی. تو را دیدم. اصلا تو را اولین دفعه دیده بودم، اما گویا شناخته باشم. تیز قرار دادم. با قهوه در دستم بوده به سوی تو راه رفتن را سر کردم. در همان وقت مادرت آمد، در برت نشست. من شق شده در جایم موندم. دوست بهترینم و هم دردم هاجر. پیشتر میخواستم نویسم اما هیچ وقتم نشد. به این هم به نزدیک به سوریه برمیگردم. چی گفتنم رو نمیدونم. یاردم کردن نخواهم میفهمم، اما یک مدت در میان مرا از جا بیر پنهان کردنت رو میخواستم. من تنهایم. شاید از سبب علی در برم نبودن از پسم شود. نفرت او چگونه است میدونی؟ نمیدونم بعد از علی جدا شدن چی گپ میشود. وقتی نویسن آسان است. من از او چی خیلی جدا میشوم. چگونه او را باز تنها میگذارم نمیدونم، اما مجبورم. هم به خاطر او و هم به خاطر شخصانی که در اینجا ما رو پرستاری میکنند مجبورم که این کار رو کنم. ای خدایا، من به علیم چگونه زندگی میکنم؟ نه به من مهر بسته ایستاده است. مادر گفتنهایش بسیار وقت سرد است، اما مرا مادر میگوید. همینش برای من بس است. شاید دیگر مادر گفتنهایش را نشنوم. از این کس همیشه از من نفرت میکنم. شاید او را باری دیگر گم میکنم. از همه بدش همین است. درد این جدایی با مرگ برابر است. حتی از مرگ هم بدتر. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.
دختر جانم چقدر ترسوندی موز. اگر با تو یگون چیز میشد من چیکار میکردم؟ یگون چیز نشده است مادر جان. تشویش نشوید. از این پس شما رو گوش میکنم. دخترم یگون چیز خواهی تیز رفته بیارم. معلم سلیم در کجاست؟ اگر او نمی بود خدا از او راضی باشد خون داد ما رو هیچ تنها نگذاشت. دخترم التماس مرا ببخش چون که خطاهای زیاد کردم. نه شوهر خوب شده توانستم نه پدری خوب. مرا ببخش. شما نسبت من و نسبت مادرم خطاگی های زیاد کرده. اگر مادرم نبخشد من هیچگاه بخشیده نمیتوانم. شما از مادرم بخشش پرسید. جمیله باور کن بسیار پشیمانم. همه چیز از پیشتر بهتر می شود. وعده می دهم. شفای کامل پلین جون. بخشش امیدوارم شما رو تشویش ندهم و التماس نروید معلم. التماس خواهش میکنم. گپایتان را معلم سلیم هم باید شنوند. خوب پلین جان. جمیله با من باز یک بار دیگر شانس دهی پشیمان نمیشوی. چی میشود منی بیچاره رو اگر ببخشی؟ من با پشیمانی پدرم باور دارم مادر. اگر او را عفو کرده توانی امکان دارد که باز یک عائله شویم. التماس به خاطر من. خب دختر جانم خاطری تو برای من از همه چیز بالا است. معلم شما هم مرا ببخشید. از روی خطا فهمی ها به شما هم ضرر میرساندم. حیات دخترم و عائله‌ام را نجات دادید. از شما منت دارم. استغفرالله. در جای من کسی دیگر هم میبود همین کارو میکرد. من با اجازت شما روم. با جناب متین یک دو دقیقه میتوانم صحبت کنم؟ خب معلم چه خلکی میخواهید؟ شفای کامل به تو پینم. تشکری زیاد. جناب متین هر فرزند پدرش را در خانه‌اش دیدن می‌خواهد. مادران با قناعت مهر، پدران با قناعت محافظ بر فرزندان باوری می‌بخشند. اگر از پدر دور مانند فرزندان به بسیار خطاگی‌ها راه دادنشان ممکن است. معلم این درسی دادهتان به من از دو طرف تاثیر کرد. از این پس با دخترم و زنم در زیر یک بام زندگی میکنم. بخشش شما را ناراحت کردم اما استغفرالله معلم. خطاگیم را فهمیدم. خدا از شما راضی باشد. نیسا نیسا به خدا هیچ گمان نداشتم در آخر دوست شدند. کی؟ باز کی میشد؟ معلم سلیم و اصلیه. آنقدر خرسند بودند که انشالله بیچاره دختر به مرادش میرسد. انشالله. با من نگر. با تو نصیحتی اپاور. اکنون کار هم داری. از پایانی محل خانه اجاره گیر. از تهمت های میرال خانم خلاص میشوی. تشویش نشو. به این هم میروم. چی شد دختر؟ برای حجت های علی یک جا رفته آمدنم لازم. یک دو ساعت پس می اویم. اوه پیشکی گویم روی این کار تمام نمی شود. رفتنم لازم بسیار مهم است. از معاشت می برم. بور همان معاشم همش از تو. آی این دختر گرنگ شده است.
خاله شکریه احمد پسرم نیسا را ندیدید؟ نه پسرم بخیر است چی شد؟ در خانه نیست، به تلفن هم جواب نمیده. خدایا توبه. دیشب چیزی میگفت مجبور میشوم کارهای نخستم را کنم. این خیل رفتن گیرد کارهای نخستم را میکنم. خدایا توبه. باز این دختر یگان به عقلی نکند. دعا کنید خاله جان. ایستا پسرم، با کجا می روی؟ احمد با من هم خبر ده. سهرا خانم خوب هستید؟ خوبم. مادامی که اومدید هر چی زودتر کارو سر کنم. البته مرحمت. خانم حجت های ما تیار است. برای طلاق دادن خوب فکر کردید؟ بله. پس با چی خلاصه آمده؟ نفهمیدم. اگر طلاق دهه سهرا خانم از سبب خارجی بودنش بیرون مرزی کرده می شود. شما را از کار می راند و حتی به حبس کشیدنتان امکان دارد جناب سلیم، چون که این حجت ساخته می نماید. من با این خیل واقعه ها بسیار واخوردم. برای همین این گونه کارها را تنها سود حل می کند. با سرتون بالا آمدنش ممکن. این خودش چی گفت؟ میبخشید. لبای اصلیه. سلیم، من در کشانه حسن هستم. صورتگیر رو گفت زدی؟ سرنوشت فیلم سال 2014 در استودیوی عرش از ترکی به تاجیکی ترجمه شد. استودیوی عرش تقدیم می‌کند. دخترم، آیا می شود که نبیاید؟ در بیمارخانه بوده است. مگر می شود که سلیم نآید به اهمیتی ظاهر کند؟ میکرده است. خاله مرا وقتی که به بیمارخانه بردن به زیارتم آمد. برای دیگران اینقدر زیاد میدود، اما وقتی که من احتیاج دارم برای من چی؟ باری مرا پرسید. با تاکسی نمیشود دخترم. من تو را به فرودگاه میبرم. پدرت راست میگوید دخترم. من هم با تو میروم. میخوام تو را گسیل کنم. لازم نیست. با تاکسی خوبتر است. التماس پدر،
салим биёяд як гап занед баъдан ба ҷои хостаат рафт бо ӯ гап назада нарафт аз ту танҳо инро мехоҳам аслӣ аз рӯзе ки худамро мешинохтам ӯ меояду чорае меҷӯяд аммо афсӯс акнун сиёҳро аз сафед ҷудо кардан метавонам фикру хаёли салимро намекунам ва маро ҳам фикр накунад در اینجا چی گپ هست؟ اپا؟ با کجا رفته ایستاده؟ من بیزار شدم بیاید رویم تمام میفهمم بله حاضر اومده میتوانم تشکری زیاد خودی حاضر میویم بله سلامت باشید تا بخوری در خانه بوده جنابی احمد؟ بفرمایید بخیر است؟ ای نیسو مرا زود بیا گفت با کجای میرفت زینب رو نگاه کن گفت همین خیر مرحمت نیسا با کجا؟ بسیار یک کاری مهم دارم تیز حال نموده برمیگردم بخیر است انشالله چی بود است آن کاری مهم؟ احمد زیاد نپرس دیر مانده ایستادم زینب رو چرا نمیبری؟ التماس میگویم دیر مانده ایستادم نیسو بسیار دیر نکن مایلش مهمان دارم نه در نیم ساعت کارم رو حال نموده برمیگردم انشالله